یک گروه از تماشابینان زیرک سینما از من همیشه میپرسند که برای چی کینوهای تاجیکی صفتشان اونقدر خوب نیست؟ کینوهای گالیوود رو میبینی که چقدر دیگر است، میگویند آنها. گروه دیگری تماشابینان اصلا فرق سینمای کسبی را از سینمای خودفعالیتانه یا بی‌صفت نمیروند. آنها حتی بعضا صحنه‌های هجوی را که همگی با تلفن یا فوتوآپارات ثبت شده است تماشا کنان میگویند کینوی زور شده است. بنده همچون ایجادکار ساحه سینما بین این دو طبقه تماشابینان همیشه در خجالتم میخواهم به هر دو این گروه ساعتها منالوگ خوانم. میدونم شما ساعتها وقت ندارید، برای همین امروز کوتاه‌تر کرده کوشش میکنیم فهمانیم که پشت سینمای قوی، پشت سینمای با صفت چی چیزها هست، پشت تصویری سینمای کینو چی گپ و کار هست. درود دوستداران سینمای ملی، محیدین مظفر هستم، کارگردان سینمای تاجیک. این برنامه پادکست استودیوی دو فیلم است و آن برای شناخت کینو و ماهیت آن تشکیل شده است. امروز ما درباره آن گپ میزنیم که برای ساخته شدن فیلم کسبی اصلا چی تکنولوژی و فضا لازم است. هر صحنه‌ای که شما در فیلم میبینید نتیجه یک کاری بزرگ است که پس پرده میگذرد و این کاری بزرگ با اشتراک آدمان زیاد و پیش از همه با تکنولوژی و محیط مخصوص استحصال وابسته است. امروز یک سوال را بررسی میکنیم که بسیار شنیدیم: چرا فیلم های ما به مثل فیلم های جهانی صدا نمیدهند؟ چگونه محیط کسبی تاثیر دارد به صفت کینو؟ آیا میدانید که پس یک صحنه کوتاه 20 ثانیه فیلم ده ها نفر، تکنیک گران و محیط خیلی مخصوص کار میکند؟ امروز صحبت ما از 5 قسم عبارت است. قسمت اول پاویلیون چیست و چرا مهم است. قسمت دوم تجهیزات اساسی سینما. قسمت سوم محیط استحصال شهرک سینما. قسمت چهارم ماشین ها و انفراساختار در میدان نوار. قسمت پنجم پست پروداکشن. خب آغاز میکنیم. اصلا برای ساختن فیلم های با صفت جهانی در کشورهای سینمایشان رشد کرده شهرک های سینما موجود است. کینگرادوک، شهرکی که در داخل آن تمام امکانات سینما آفری وجود دارد. در داخل آن پاویلیون های ثبت، سیخ های لباس دوزی، استخوانه های رکویزیت سازی، استودیوهای مونتاژ و صداگذاری و حتی مهمان خانه های بزرگ برای زیستن فیلمسازان و هنرمندان ساخته شده است. اینک پاویلیون چیست و چرا مهم است؟ کلمه پاویلیون از لاتینی و فرانسوی آمده معنای شطره می باشد. شطره یعنی چادر کلان سیار. در کینو آن یک فضای پوشیده مخصوص است که در آن صحنه های فیلم با نظارت روشنایی، صدا و محیط ثبت می شوند. بسیارها فکر می کنند که همه چیز در جایهای طبیعی ثبت می شود، اما اصلا اینطور نیست. پاویلیون این یک مکان مخصوص است که یک تالار کلان که در آن تمام محیط صحنه ساخته می شود. در پاویلیون ما همه چیز را زیر نظارت می گیریم: روشنایی، صدا، فضا، حتی حرارت. برای همین هنگام ثبت صحنه های مهم که تکراری زیاد طلب می کنند پاویلیون بهترین جای است. در درون پاویلیون چی را می بینیم؟ صحنه های ساخته شده، دکوراسیا، سیستم های روشنایی دهی، کامراها و تجهیزات ثبت، چهارچوبه های تکنیکی برای نصب روشنی و صدا، جای برای دسته تکنیکی و هنرمندان. اکثر فیلم های کلان در پاویلیون ثبت می شوند، مخصوصا صحنه هایی که با تکنیک مرکب یا با افکت های ویزوالی کار کرده می شوند. چرا فیلم سازان اصلا پاویلیون را انتخاب می کنند؟ نظارت 100% روشنایی و صدا، اجرای صحنه های مشکل به مانند باران، شب، آتش، ثبت تکراری بی تأخیر
وقتی شما در داخل پاویلیون فیلم ثبت میکنید تستر جمعیت آفتاب رفته ایستاده است یا تست کنید که امروز باران میبارد، گفتن گپ نمیشود. به حساب تخمینی از 60 تا 70% فیلم های بلاکباستری جهان در پاویلیون ها ثبت می شوند. فیلم های هنری البته کم خرج در جاهای طبیعی، چون که امکانیتی پاویلیون سازی ندارند. سببش پاویلیون گران ولی کفالت ناک. دکوراسیا را دقیق تر ساختن ممکن است در پاویلیون. شرح میدیم داخل پاویلیون را. یکم صحنه. در پاویلیون پیش از همه صحنه موجود است که اکثر وقت از صفر ساخته شده است برای ایجاد فضا و روحیه ضروری، مثلا فضای دوره گذشته یعنی تاریخی یا فانتاستیکی. دکوراتورها استفاده میشن. دکوراتورها با پررگی این دکوراسیا را میسازند. در پاویلیون همه گونه صحنه ها را ساختن ممکن است، از شهر قدیم تا جهان فوتوریستی. زیر همه عنصرها را نظارت کردن ممکن است. مثلا در فیلم های تاریخی به مانند گلادیاتور یا 1917 صحنه هایی که در آنها کوچه ها یا قلعه های قدیمی ریم تصویر شدند پوره در پاویلیون ساخته شدند. مثلا این گونه فیلم های تاریخی را بدون پاویلیون، بدون ساختن 100% فضا تصور کرده نمی شود. دوم، سیستم های روشنی. یکی از عنصرهای مهم در پاویلیون سیستم های روشنی می باشند. برعکس نواربرداری بیرونه که در آن نظارت نوری طبیعی دشوار است، در پاویلیون شما می توانید نور را برای همه گونه نیازها تنظیم کنید. مثلا برای نواربرداری صحنه های شبانه یا صحنه ها در نور شدید آفتاب. پاویلیون ها با دستگاه های کسبی روشنایی مجهز کرده شدند که فضای ضروری را تامین میکنند. این مخصوصاً برای فیلم های مهم است که تنظیمات دقیق روشنایی را طلب میکنند. در پاویلیون این گونه گپ نیست که حاضر بیگاه می شود، آفتاب بلند می شود یا اینکه بچه ها شب شد اکنون پگاه کار میکنیم. وقتی در داخل پاویلیون کار میکنیم دیگر این گونه حرف ها نیست. از روی نقشه، از روی برنامه همه چیز رو نظارت کرده روشنایی رو مانده رفتن میگیریم. سوم، کامera و تجهیزات های تکنیکی. همه کامراها و تجهیزات تکنیکی از جمله استابیلیزاتورها و دیگر لوازمات در پاویلیون جایگیرند. این به کارگردانها و نواربردارها امکان میدهند که روند نواربرداری فیلم را دقیق نظارت کنند. کامera میتوانند در ریلز ها برای نواربرداری با حرکت نصب کرده شوند یا برای راکورس های مرکب از دستگاه های مخصوصی کرانی استفاده می شوند. چهارم، دستگاه های چهارچوبه تکنیکی برای نصب روشنایی و صدا. در داخل پاویلیون دستگاه های مخصوصی چهارچوبه برای آویزان کردن روشنایی، کامراها و دیگر تجهیزات ها موجودند. این سیستم چهارچوبه امکان می دهد که چراغ ها و تجهیزات صدایی را در نقطه های درست نصب کنند تا تأثیر کامل به دست آورند. پنجم، برای دسته و اکتیارها. بغیر از همه تجهیزات تکنیکی در داخل پاویلیون اینچنین جای برای اکتیارها و دسته تکنیکی موجود است. عادتاً منطقه های مخصوص برای کاستومیرها، آرایشگران و رکویزیتران موجودند. این مهم است زیرا همه جریان های کاری باید در شرایط قلع و نظارت شونده صورت گیرند. چرا این همه لازم است؟ طوری که شما میبینید پاویلیون ها نه تنها بناها بلکه جایهای مرکبی بسیار فونکسیونالی میباشند که نظارت پوره روند تکنیکی را تامین میکنند. آنها به شما امکان میدهند که هر گونه جهان را ایجاد کنید. روشنایی، آب و هوا، وقت روز و دیگر عنصرها را اداره کنید که در شرایط واقعی نظارت کردن غیر امکان است. این اکثر وقت برای تماشابینان ناعیان باقی میماند، اما محض چنین تکنولوژی ها و تجهیزات امکان میدهد که فیلم را کسبی در صفت بلند آفرند. کشورها و مرکزهای مشهور پاویلیونی. عموما در دنیا پاویلیون ها خیلی زیاد هستند، ولی ما امروز
چند تا از این پاویلیون های بزرگی که در دنیا واقعا هم از لحاظ مساحت، از لحاظ تکنیکی، از لحاظ شرایط کاری ابرقدرت است میخواهیم مثال بیاریم. Pinewood Studios. این استودیا هم در ویلک بریتانیا نزدیکی های لندن با مساحت 35 گکتار و هم در کانادا در شهر تورنتو با مساحت 13.5 گکتار مکان دارد. خندیان ورد استودیو این در خیتای است. بزرگترین پاویلیون کینوی دنیا. استودیا از 30 میدانچه نواربرداری در هوای کشاد و 130 استودیا در داخل بنا با مساحت عمومی تا 330 گکتار و میدان 495,995 متر مربع عبارت است. راموجی فیلم سیتی این در هندوستان است، در شهر حیدرآباد. ثبت هزاران ساعت کینو در یک سال. میدان عمومی آن به 674 گکتار میرسد. در آن 500 میدانچه نواربرداری، تقریبا 50 پاویلیون نواربرداری، جایهای نواربرداری طبیعی، لابراتوری‌های های-تک، میدانچه های نواربرداری اصلی جایگیرند. یکی پاویلیون دیگر این موسفیلم، صحنه های تاریخی زمان SSR به پررگی در آن ثبت شده است. حدودش 34.5 گکتار را تشکیل می‌دهد. بنده در این پاویلیون بودم خوشبختانه. می‌گذاریم به قسمت دیگر، تجهیزات اساسی سینما، یعنی مخصوص تجهیزات های مخصوص سینما. فیلم تنها با تلفن یا فوتوآپارات نواربرداری کردن نیست. برای ثبت کسبی تجهیزات زیاد لازم است. مثلا در دنیای سینمای اصلی چی تکنولوژی ها ثبت می شوند، ما می خواهیم امروز کمی به شما معلومات دهیم تا اینکه یک تصورات درباره تکنولوژی کینو ما و شما داشته باشیم. یکی از چیزی اساسی سینما ما و شما می دونیم که این کامera است. در دنیای کینو اساساً بیشتر دو نمودی کامera استفاده می شود. یکی آر، دیگر رید و سیوم هم هست که امروز یکی از شرکت هایی که بسیار هم رشد کرده است و رقابت پذیر هم هست، این شرکت بلک ماجیک است. بغیر از کامera باز ابیکتیو های مخصوص هست، لینزه ها که خیلی گرانند و آن را سینماگران دنیا استفاده میکنند، به مانند کارل زیس، پاناویژن، کوکه، هاوک. دیگر بخش سیستم های صدا، بوم، میکروفون ها، رکوردر ها، لوازمات های صدا برداری مخصوص. در تکنولوژی صدا بیشتر تکنیک آلمانی ها استفاده می شوند، به مانند سینخایزر و ساندیوایس. بغیر از تجهیزات های صدایی باز هست تجهیزات های روشنایی، یعنی پروژکتورها که به مانند سافت باکس، لید، آری، اینا خیلی روشنی دهنده های گران می باشند. همچنین استدیکام برای حرکت نرم و دینامیکی. اینچنین مانیتورینگ و کارکرد رنگ تا تصویر عمیق و موافق با حسیات باشد. این تجهیزات کمک میکند تا که هر لحظه فیلم نه تنها زیبا بلکه کسبی و تاثیرگذار باشد. باید گفت که ارزش تکنیک کینو خیلی گران است. مثلا کامera آری از $80,000 شروع می شود نوش. بدون ابیکتیو ها یعنی لینزه های مخصوص آن علاهیده فروخته می شود. برای آن باید شما با لینزه ها رو مثلا علاهیده خرید. ارزش هر یک ابیکتیو های مخصوصی در بالا ذکر کردم 40-50,000 است هر یک تاش. مثلا اقلا 5-6 تا ابیکتیو لازم است. همچنین سینخایزرهای میکروفون از $2,000 تا $8,000. سویت ها باشند از $3,000 تا $50,000 یک دانش، وابسته به کیلووات آنها. عموما در دنیا استودیوهای بیشتر با اجاره کار میکنند. برای آنکه ارزش تکنولوژی کینو خیلی گران است، عموما در دنیا معمول است که استودیوهای فیلم آفر تجهیزات ها را
ба иҷора мегиранд. ҳар чизе ки лозим аст аз ширкатҳои риэлторӣ ба иҷора мегиранд ва филмашонро сабт мекунанд. арзиши иҷора ҳам албатта арзон нест. ба ҳисоби миёна мо вақте ин барномаро таҳия мекардем, як омӯзише гузаронидем. Ба ҳисоби миёна масалан харҷи техникии як рӯзи майдони масалан синамоҳои ҷаҳонӣ фарз кардем аз Ҳолливуд сар карда то Аврупову то масалан Осиё аз $10,000 боло аст иҷораи як рӯзаи арзиши техникие ки онҳо ба иҷора мегиранд барои як рӯзи сабт. барои сифати хуб технологияи босифат лозим аст ва барои технологияи босифат пули зиёд. қонуни сифат ҳамин аст, харҷ мехоҳад. мегузарем ба қисми сеюм, муҳити истеҳсол, шаҳраки синамо. сехи либосдӯзӣ ва реквизитсоз боз як ҷузъи муҳими истеҳсоли кино либос ва реквизит аст. дар дохили шаҳраки синамо сехҳои либосдӯзӣ ва устухонаҳои реквизитсозӣ низ ҳатман мешаванд. пеш аз сабти саҳна мо бояд донем ки персонаж чӣ мепӯшад ва бо чӣ ашё кор мекунад. барои ҳамин дар студияҳо сехи махсуси либосдӯзӣ ва реквизитсоз вуҷуд дорад. дар сехи либос тарроҳони мӯд ва дӯзандагон либосҳоро мувофиқи замон, муҳит ва шахсияти персонаж медӯзанд. реквизитсоз бошад ашёҳои саҳнаро омода мекунад, аз пиёлаи оддӣ то сипоҳи қадимӣ ё асбобҳои фантастикӣ. ин ашё ба боварибахш шудани филм кӯмак мекунад. агар персонаж дар асри 19 зиндагӣ кунад, ҳама чиз либос, миз, қалам бояд аз ҳамон давра бошад. барои ин масалан омода тайёраш ки нест, уна бояд созӣ. қисмати дигар, мошинҳо ва инфрасохтор дар майдони навор. мегузарем ба ашёҳои майдони навор ки шароити майдони навор онро талаб мекунанд. грим ваген, вагони ороишгарӣ. ин як трейлери махсус ё микроавтобуси сайёр аст ки барои ороиши актёрҳо ва расмиёти омодагӣ истифода мешаванд. дар дохили гримваген тамоми мавод ва таҷҳизоти зарурӣ барои эҷоди ороиш аз ҷумла ойнаҳо, равшанӣ, мизҳои махсус ва курсиҳои бароҳат мавҷуданд. автодом барои актёрҳо. ин хонаи сайёр аст ки дар он актёрҳо метавонанд истироҳат кунанд, либос пӯшанд, навбати худро барои наворбардорӣ интизор шаванд ё инчунин ба нақш омода шаванд. он метавонад ашёҳои хурд, ҳаммом ва ашёи шахсии актёрҳоро дошта бошад. барои актёроне ки вақти зиёдро дар саҳнаҳо мегузаронанд, ин ҳуҷра хеле муҳим аст. мошини костюмер. ин як ҳуҷраи мобилия аст ки дар он костюмҳо, пойафзол, лавозимоти актёрҳо нигоҳ дошта мешаванд. он инчунин метавонанд костюмҳоро барои мувофиқ кардан ё тағйир додани костюмҳо кор кунанд. яъне дар дохилаш дӯзандаҳо медӯзанд, мебуранд. дар либоси автомобилӣ бо актёрҳо либосҳо интихоб ва мувофиқ карда мешаванд. дар он ҷо ҳамаи унсурҳои зарурии либосҳо нигоҳ дошта мешаванд ва инчунин бехатарии онҳо таъмин карда мешаванд. баъзан агар костюмҳо таъмирро талаб кунанд, ин корро бевосита дар дохили ҳамин костюмери мошин анҷом медиҳанд. қисмати дигар, крани худкор бо камера ва мӯътадилсозӣ, яъне стабилизаторҳо. ин воситаи нақлиёт бо крани насб шуда мебошад ки дар он камера ҷойгир аст. кран ба шумо имкон медиҳад ки камераро дар фазо бардоред ва ҳаракат диҳед ва стабилизатор ҳатто ҳангоми ҳаракат ба шумо тасвирҳои ҳамвор медиҳад. барои наворбардорӣ аз кунҷҳои гуногун аз ҷумла саҳнаҳои ҳавоӣ ва динамикӣ истифода мешаванд. стабилизатор барои пешгирӣ кардани ларзиши камера кӯмак мекунад ки ин махсусан ҳангоми аксбардорӣ дар ҳаракат, сабт дар ҳаракат хеле муҳим аст. панҷум, мошини трейлери худкор, яъне притсепҳо. ин як воситаи махсуси нақлиёт аст ки барои нигаҳдорӣ ва интиқоли таҷҳизот пешниҳод шудааст. пойгоҳи нур бо генераторҳо.
این تجهیزات است که برای ایجاد روشنی در مجموعه استفاده می شود. با آن اسباب‌های روشنایی و گنراتورها داخل می شوند که تأمینات استوار انرژی را برای روشنی تأمین می کنند. گنراتور برای اسباب‌های روشنی مقدار ضروری نیروی برق را تأمین می کند. پایگاه نور امکان می دهد که فضای دلخواه را با استفاده از منبع‌های گوناگون نور، مثلا برای صحنه‌های شبانه و یا صحنه‌های درونی ایجاد کنند. نهم، توالت واگن. این حاجتخانه سیار است که برای راحت اکیپاژ در مجموعه نصب کرده شده است. برای اکتیورها و گروه نواربرداری در شرایط نواربرداری طولانی در هوای کشاد قلع است. عادتاً حاجتخانه واگن نه تنها با حاجتخانه بلکه با شستشوی و جایهای استراحت نیز مجهز است. عذر شاید که آن تماشابینانی که مثلا از پشت زندگی دنیای سینما بخبر نیستند، وقتی من توالت واگن گفتم شاید خنده کردند، ولی این یک چیزی مهمی میدان نوار است. میگذاریم با قسمت دیگر، پست پروداکشن. بعد انجام ثبت فیلم آغاز می شود مونتاژ و صداگذاری. مونتاژ ادیتینگ. در این مرحله محرر ویدیو تصویرهای خام را انتخاب و با ترتیب درآورده درست میگذارد. این یک روند هست که همه موادها را ثبت نموده را جمع میکند، چی افکت های ویزوالی و چی آواز. تکنولوژی های اساسی در این بخش بیشتر مثلا در سینمای کسبی با پروگرام‌های داوینچی ریزولف، فاینال کات پرو و ادوب پریمیر استفاده می‌شوند. در بخش صداگذاری باشد، در این مرحله آوازهای گوناگون از جمله آواز طبیعی، افکت‌های آوازی و موسیقی علاوه و تنظیم کرده می‌شوند. این روند برای ایجاد محیط آوازی موافق و احساسات فیلم مهم است. تکنولوژی اساسی صدا، پروتوس، ادوب اودیشن. یعنی ما کوشش کرده استودیم که با چی تکنولوژی ها این کار انجام داده می شوند شرح دهیم. میگذاریم به بخش دیگر، رنگ پردازی یعنی سویتا کرکسیا. در این مرحله رنگ ها و روشنی در تصویرها تنظیم و تکمیل می یابند. این روند برای ایجاد محیط ویزوالی موافق و احساساتی فیلم مهم است. تکنولوژی های سویتا کرکسیا، داوینچی ریزولف، ادوب پریمیر. خب بخش دیگر افکت های ویزوالی. در این مرحله افکت های ویزوالی از جمله انیماسیون ها، CGI و دیگر افکت ها علاوه و تنظیم کرده می شوند. این روند برای ایجاد تصویرهای مخصوص و جالب در فیلم مهم است. تکنولوژی اساسی این بخش البته ادوب افتر افکت است. آهنگسازی. پس از آن که مونتاژ و صداگذاری انجام یافتند، وقتی آن میرسد که فیلم آهنگ خاص خود را گیرد. آهنگساز یا کمپوزیتور موسیقی اصلی فیلم را می نویسد که احساسات و هوای صحنه را تقویت می بخشد. نمونه استودیوها و کمپوزیتورها، البته یکی از کمپوزیتورهای مشهور دنیا این هانس زیمر است که ما همه میدانیم این را. استودیوی خصوصی کمپوزیتوری خود را دارد که همه کارهای خود را در آنجا انجام میدهد. باید گویم که برای ثبت ارکسترها استودیوهای مخصوصی هست که طلباتی خودش را دارد. مثلا این گونه استودیو در ماسفیلم هست که تون استودیو میگویند. من خوشبختانه در آنجا بودم. در آن تمام ارکسترها و بزرگترین کارهای موسیقی مثلا در سرحدی روسیه و عموما آسیای میانه ثبت می شوند. باز یک استودیو دیگر که همین گونه کارها را انجام میدهد استودیو فربر در پاریژ است که ثبت ارکستر زنده برای فیلم های اروپایی استفاده می شود. موسیقی مثل جان فیلم است و ایجاد آن نه تنها استعداد بلکه محیط کسبی و تکنولوژی های معاصر را طلب می کند. امیدوارم که در امروزه برنامه شما تا جای خبردار شدید که برای چی صفت فیلم های جهانی در این درجه اند، در این پایان،
چگونه تکنولوژی استفاده می شود، در چی شرایط این کارها می شوند. و من باور دارم که شما هنگام تماشا حتما در ذهنتان درباره سینماگران تاجیک هم فکر کردید. آیا ما تا کجا این تکنولوژی ها را داریم یا نداریم؟ خلاصه دوستان گرامی، وقتی ما یک فیلم را تماشا میکنیم شاید تنها صحنه ها، هنر اکتیار یا قصه جالب را میبینیم، ولی پشت هر یک لحظه کوتاهی که در اکران میگذرد صدها نفر مهنت کردند. از نواربرداری تا صداگذاری، از رنگ پردازی تا ساختن آهنگ دلنشین، همش با تجهیزات گران، تکنولوژی های معاصر و محیط کسبی انجام داده می شود. سینما تنها صنعت نیست بلکه یک سیستم بزرگ است. فکر میکنم شما در امروزه بخش این را فهمیدید. سینماگر که طول ماه‌ها یا حتی سالها زحمت میکشد تنها یک چیز میخواهد: تماشابینی که فهمد، احساس کند و به قدرش رسد. ما سینماگران آرزو نداریم که همه کار ما را تعریف کنند. ما تنها میخواهیم که تماشابین تاجیک بداند سینما فقط نوار نیست، این یک دنیای پرزحمت و پرهنر است. اگر شما به سینمای ملی احترام دارید و خواهید که به چنین محیط و تکنولوژی سینماگران تاجیک برسند، آن را دستگیری کنید. با تماشا کردن، با توصیه دادن، با فهمیدن و با گفتن. فیلم این محیط آرامانه، احساس زنده و احترام ارزنده است. این شعار را فکر میکنم هر کسی ما باید در وجودمون داشته باشیم. سپاسگزاریم که ما را شنیدید، دیدید و فهمیدید. تا دیدار دیگر در برنامه‌های آینده پادکست دو فیلم. هفته آینده ما درباره از کامera تا اکران، زینه‌های زندگی یک فیلم صحبت میکنیم. تا دیدار.